سلام دوست عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. شاید یکی از خطرناکترین مشکلات صحی در افغانستان چیزی باشد که بسیاری ها جدی نمیگیرند و اون هم دواهای تخلوی و بکیفیتی که وارد بازار میشوند. سازمان صحی جهان یا WHO اعلام می‌دارند که کشورهای کم درآمد مخصوصا افغانستان بیشترین خطر ورود دواهای تقلبی را دارند. خب دوستان عزیز، حالا بیایم که دقیق و علمی ببینیم که چگونه دوای اصل را از جعلی تشخیص دهیم. اول بسته‌بندی، مهمترین علامت تشخیص همین بسته‌بندی هستند. یعنی دواهای اصلی که هستند همیشه چاپ واضح، پررنگ و بدون پخش شدگی دارند. تاریخ تولید و انقضایشان برجسته، منظم و قابل لمس هستند و همچنین QRشان دقیق می باشند. بسته‌بندیشان هم با کیفیت خیلی بالا هستند. نشانه های تقلبی، دواهای بی‌کیفیت که هستند غلط های املایی دارند، تاریخ ساخته شدهشان با پرینتر ساده چاپ شدگی هستند، بسته‌بندیشان که هستند نازک هستند و همچنین جوهر یعنی تاریخ تولید و انقضایشان که هستند با یک جوهر ارزان میزنن، مثلا یعنی برآمدگی ندارن مثل دواهای اصلی و کیورشون هم دقیق نیستن، یا تکراری میبرن یا مثلا اصلا پیدا نمیشن کارخانه یا شرکتی که سازندهشان هستن. دوم که هستن دوستای عزیز شکل دوا هستن که ما از طریق شکل دوا میتونیم دواهای تقلبی و دواهای با کیفیت را بشناسیم. یعنی هر تغییر کوچک در شکل ظاهری دوا مساوی است با یک شک بزرگ. اگر شکل دوا در نظر شما عادی به نظر نرسید، واقعا شما با اون دوا شک کنین. باید چطور؟ مثلا گولی ها یا تابلت ها یا قرص هایی که ما شما میگیم، اونا یکیشان کلان باشن یکیشان خرد باشن، واقعا نشان دهنده این هستن که شرکتشان یا اون کمپانی که این دوا را ساختن خیلی دقیق نیستن. این دوا دوستان عزیز خیلی خرد هستن. وقتی که یک دوزشان زیاد باشن یک دوزشان کم باشن، این خود برای ما شما مفید نیستن. یا اون کپسولایی که هستن مثل آموکسیلین یا این که همه مثلا به زبان ساده همگی ما شما را چیر خوشکن میبینیم و همچنان مثل آمپرازول کپسول دواهایی که پودری هستن، اینها چسبناک باشن داخلشان ما شما که باز کنیم، یا یکیشان کم باشن یکیشان زیاد باشن. یعنی دقت به این شرکت نیستن، به این کمپانی نیستن. دواهایی هستن که کمپانی های معروف نساخته است، خیلی احتمال این دارن که تقلبی باشن. شماره سوم که هستن دوستان عزیز قیمت غیر عادی یا پایین باشد. در افغانستان دواهایی که خیلی ارزان هستند خیلی احتمال دارند که به صورت قاچاقی از کشورهای همسایه و از کشورهای دیگر وارد افغانستان شده باشند. یعنی توسط وزارت محترم صحت عامه افغانستان این دواها هیچ چک یا تایید صورت نگرفته باشد. این دواها که هستند با کمپانی های خیلی کوچیک یا کمپانی های نامعتبر ساخته می شود و به صورت قاچاقی وارد افغانستان می شود. احتمال خیلی زیاد داره که اینها دواهای روی سازند که برای افغانستان، برای مردم افغانستان واقعا مضر باشد. و نکته این است که اگر دواهایی که خیلی قیمتشان پایین بود از دواهای دیگر خیلی زیاد فرق داشت، واقعا شما باید به اون دوا شک کنین. شماره 4 دوستان عزیز که هستن خرید از جای معتبر. اگر دکتر معالج شما به شما نسخه داده است که شما برین از دواخانه ها تهیه کنین بخرین، شما باید از جایی بخرین که دواخانه خیلی معروف باشن، یعنی دواخانه خوبی باشن، جواز داشته باشن و در اون دواخانه دکتر فارماسیست مسلکی وجود داشته باشن، برای شما رسید یا فاکتور بدهند و همچنین دواها را از شرکت های معتبر وارد کنند. و این گزینه آخرشون گرچه خیلی سخت است که هر مریض معلومات خوبی داشته باشن که دواخانه دوا را از کجا میارن، دوای خوبی وارد میکنن نمیکنن، سخت است. اما ما شما باید به صحت خود خیلی توجه کنیم دوستان عزیز و اینم تا جای را ناممکن هم نیست.
ما شما اگر بخواهیم پرسان کنیم از مردم، کسایی که تجربه دارن، مثلا کدام دواخانه، کدام کلینیک، کدام شفاخانه دواهای خوب برای مردم میدن، کدام دواهایشان تاثیر خوبی دارن، مریضیشان بهبود پیدا میکنن، کدام نمیکنن. خب برای صحت ما شما واقعا خیلی ضرور است که ما توجه خیلی زیاد در این رابطه داشته باشیم. میدونید دوست عزیز، بزرگترین اشتباه ما این است که دوا را از کنار سرک میگیریم و یا مثلا از سوپرمارکت ها کسایی میگیریم که یک دکاندار هستن. در زیادی مورد ما شما واقعا شاید این موضوع هستیم که حتی یک دکاندار در کنار وسایل یا اشیایی که داخل دکان خود دارن، مثلا مواد خوراکه و یا این که بنجاره فروشی که دارن، در کنار آن حدود 20 تا 30 قلم دوا را میاره در دکان خود، میگه فایدهش خوب است. دوستای عزیز، واقعا در افغانستان با صحت ما شما خیلی ها بازی میکنن. این بسیار دور از منطق هستند دوستای عزیز و این را باید ما شما خیلی متوجه باشیم که چرا از کنار سرک دوا بگیریم. خیلی ها هستن دوستای عزیز، من خودم واقعا شاید این بودم که کسی گفتن ما از فلانی دواخانه مثلا این دوا را 50 افغانی میگه و دکاندار اونجا حضور داره، یا کسی که سرسرک هستن در داخل کراچی خود همین دوا را دارن 20 افغانی میده. شما مثلا به خاطر 30 افغانی خود چرا یک ظلم خیلی بزرگ به صحت خود میکنین؟ و لطفاً دوا را همیشه وقت از جای تهیه کنین که یک دواخانه باشه، دکتر فارماسیست مسلکی اونجا حضور داشته باشه و به صورت مسلکی دوا را به شما توضیح کنن و هیچگاه خودسرانه هم دوا را شما مصرف نکنین که طبق WHO یعنی دواهای تقلبی، دواهای بی‌کیفیت هستند. این است که اینها نه تنها برای درمان ما فایده ندارد، بلکه باعث خرابی اعضای بدن ما می شود دوستای عزیز. مثلا کلیه و همچنان جگر ما رو خراب میکنن و در پهلوی این مقاومت آنتی بیوتیکی به وجود میارن، یعنی دوایی که ما میخوریم مریضی ما رو خوب نمیکنن. اون میکروبی که در بدن ما هستن، اون میکروب به این ادویه عادت میکنن و ما شما حتی خیلی اوقات که پیش دکتر دیگری که بریم هم امیر روند بهبودی ما را، روند خوب شدن مریضی ما را بسیار به تعویق میاندازند و باعث می شود که ما شما معده ما خراب شود. این دواها را هیچ وقت مصرف نکنین. موارد آخر دوستان عزیز، همین ادویه که ما از دکاندار میخریم یا از روی کراچی میخریم که زیر آفتاب قرار دارن، یا از دواهایی که کمپانی‌های نامعتبر هستند، همین ادویه ها باعث مرگ در اطفال و سالمندان می شود. دوستان عزیز، شما را به الله پاک میسپارم. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، صفحه ما را فالو کنین و یوتیوب ما را هم سابسکرایب کنین، برای دوستای خودم معرفی کنین و همچنان دوستای عزیز لایک از یاد شما نرود، چون برای ما یک حمایت و تشویق می شود. همچنان نظریات خود را در کامنت ها برای من بنویسید تا در ویدیوهای بعدی ما از اون استفاده کنیم. موفق و تندرست باشید.